سلام دوستای عزیز، انشالله که جور صحتمند و سرحال باشه و روز با خیر خوبی آغاز کرده باشین. تا این ده امروز آمدیم در آشپزخانه، خواستیم یک غذای مزه‌دار و لذیذ و وطنی کدوی مزه‌دار برای شما پخته کنیم. دیگه تا آخر برنامه بیننده باشین و سابسکرایب و لایک برنامه از یادتان نره. بخیر شروع میکنیم. اول لازمه ما دیگه کدو است، 3 عدد رومیز، روغن است، 1 عدد پیاز، مسالجات از قبیل سیر است و زردچوبه، مرچ سیاه و مرچ سرخ و نمک می باشد. دیگه و این هم دیگ ماست. انشالله شروع میکنیم با پختن. روغن اضافه میکنیم به قدر ضرورت. روغن داغ شده و فعلا پیاز اضافه میکنیم. و میمونیم خوب سخت شد. دوستان پیاز سرخ شد، یعنی رنگ گلابی را با خود گرفت و اینال بادنجان رومی را اضافه میکنیم. کم مسالجات سیر اضافه میکنیم. کسی که بشه بسیدارتی شما میدونید از تازه هم استفاده کنید. یک کمی زردچوبه، یک کمی مرچ سیاه و یک کمی نظر به خودتان است که چی میکنید. لیمون را اضافه میکنید و این هم نمک اضافه میکنید و مقدار ضروریت و این طور میکنید. حل میکنید که خوب حل شد. بعد میمانیم تا زمانی که خوب حل شد. بعد از این پیش میریم بخیر باشیم. دوستان میبینیم دیگه سر دیگه باز میکنیم. میبینیم که چه شکل عالی رو به خود گرفته. دیگه بعد از این اینا رو کدو رو اضافه میکنیم. دوستان باز رو معذرت چون امرای من کسی نیست، خودم هستم و هم ویدیو میگیرم هم غذا پخته میکنم. دیگه اگر کدام اشتباه یا کدام نکات چی داشته بخشش باشه. دیگه کدوها رو اضافه میکنیم. دوستان این کدوها رو با هم مخلوط کردیم و سرپوش میگذاریم به مدت نیم ساعت. دیگه میبینیم بعد از او برنامه ادامه داره. بیننده باشین و در اخیر انشالله یک چیز عالی انشالله میآید. دوستای هم دیگه کدوی ما آماده شد. دیگه ببینید چقدر خوب لذیذ مزه‌دار آمد. دوستای عزیز امید که از ویدیو خوشتان آمده باشه و تا آخر بیننده بوده باشین. فعلا دیگه وقتتان خوش، منتظر ویدیوهای بعدی باشین. خداحافظتون.